نام خدا 12 مرداد 1404 خرم‌آباد، کمربندی خرم‌آباد اهواز. امروز اینجا دو تا پروژه داشتیم، یکی افتتاحیه مجموعه شن و ماسه شهرداری خرم‌آباد و یک مجموعه دیگه هم بابت افتتاح پروژه فنداسیون کارخونه آسفالت 120 که پشت سر من می‌بینی همه یه مجموعه کامل کارخونه آسفالت 120 که ارسال شده به اینجا. حالا دارن کارهای فنداسیون، نصب و راه اندازیشون رو انجام میدن. این محوطه‌ای که مشاهده میکنید محوطه‌ای که دوستان دارن پیش رو خطکشی میکنن برای فنداسیون کارخونه آسفالت 120. ایشالله تا یک ماه، عرضم حضور شما 45 روز دیگه که ما خدمتتون هستیم، خواهید دید که کارخونه آسفالتی که دیده بودید اینجا میخواد مونتاژ بشه. این هم قسمت دیگه از فلاکس‌های غیر و سیلو ذخیره‌های کارخونه آسفالت 120.